سوال: چطور بفهمم که به چه کاری علاقه دارم؟ شمایی که روی این ویدیو کلیک کردید قطعاً با چالش خیلی بزرگی مواجه شدید. یعنی بحث به شدت مهم پیدا کردن علاقه شغلی. درباره پیدا کردن علاقه راهکارهای مختلفی داده شده که قطعاً جاهای دیگه شنیدی. اینجا قرار نیست اون مطالب رو بازگو کنیم، بلکه قرار فرمولی رو ارائه بدیم که بعد این ویدیو هر کس تا حدودی پی ببره که به چی علاقه داره. برای شروع فهم هر مطلبی باید اونو ساده سازی کنیم با یک مثال. مثلا فرض کنید که رفتید داخل یک رستوران و 2 تا انتخاب برای غذا خوردن دارید. گزینه اول خوردن یک غذای بدمزه تلخ و شوره، یعنی کلن یه غذایی که هیچ رقمه از نظر عموم شامل غذا نباشه، یک غذای به شدت بدمزه. گزینه دوم سفارش شماست که میتونه هر نمونه غذایی که دلتون میخواد باشه و هیچ محدودیتی هم نداره. حالا شما کدوم گزینه رو انتخاب میکنید؟ آیا ترجیح میدید که اون غذای بدمزه رو بخورید؟ قطعاً خیر. معمولاً افراد سعی میکنن یه غذای خوشمزه بخورن. این یعنی علاقه شما در غذا خوردن. حالا بیایید با هم حس و حال 2 تا آدم متفاوت که 2 تا گزینه مختلف رو انتخاب کردن رو با هم بررسی بکنیم. به نظر شما حس و حال این 2 نفر موقع غذا خوردن چطوریه؟ آیا حسشون یکیه؟ ببینید، فرد اول که گزینه 1 یعنی غذای بدمزه رو انتخاب کرده، هر چقدرم تلاش کنه که خودشو خوشحال و راضی جلوه بده نمیتونه، چون چیزی که داره میخوره اصلاً باب میلش نیست. طبیعیه که اذیت شه، طبیعیه که بالا بیاره و حتی دیگه نخواد به خوردن ادامه بده. اما نفر دوم که گزینه دوم یعنی سفارش غذای مورد علاقه رو انتخاب کرده، به نظر شما چه حس و حالی داره؟ از نظر عقلانی این شخص داره از تک تک لحظاتی که در رستوران مشغول صرف غذای مورد علاقش هست لذت میبره. این مثال هدف داشت و هدفش هم این بود که معنی واقعی علاقه رو شما بفهمید. علاقه یعنی انتخاب. بعضی از انتخاب‌ها از روی اجبار هستند، یعنی شرایط به وجودشون آورده، ولی بعضی از اتفاق‌ها و انتخاب‌ها باعث و بانی این میشن که شما به اون چیزی که دوست دارید برسید. شرایط محیطی بی تأثیر نیست، ولی یک آدم باید به صورت خیلی قاطع در برابر هر رویدادی که براش اتفاق میفته ظاهر بشه. علاقه یعنی میل به انجام کاری که هم از نظر فکری و هم از نظر جسمی و هم از نظر تایمی و حتی از نظر درکی، فهمی و درآمدی برای شما مفید واقع بشه. مثلا فردی که قصد داره یک ماشین خیلی لوکس بخره، خب قطعا نمیتونه از طریق شغل کارمندی به این هدفش برسه. داشتن هدف مالی میتونه برای پیدا کردن شغل مناسب به شما کمک بکنه. شغلی که انتخاب میکنید علاوه بر این که از نظر فکری و از نظر جسمی باید مناسب شما باشه، باید اهداف مالیتون هم در انتخابش لحاظ بکنید. و این همون نکته هست که خیلی ها به شما نمیگن. همه ما شنیدیم که آدم باید بره دنبال علاقش، حتی اگه علاقش داخلش پول نباشه، ولی تا کی میتونه به یه همچین علاقه ادامه بده و دنبال علاقش بره؟ داشتن درآمد در کاری که شما بهش علاقه دارید یکی از ملزومات اون شغل محسوب میشه که باید درش باشه، حالا چه کم باشه چه زیاد. پس حتما اولین کاری که انجام میدید اینه که یک چارچوب خیلی مطمئن و خوب، یعنی هر ویژگی هایی که از نظرتون برای شغل آیندهتون میتونه مفید باشه رو قالب بندی بکنید و سعی کنید علاقتون چیزی باشه که درون اون قالب باشه. مثلا فرق بین یک کارگر تا شخصی که دکتره فرقش از زمین هست تا آسمان، اینو همه میدونن که اون کسی که دکتره از جایگاه اجتماعی بالاتری برخورداره، از درآمد بالاتری برخورداره و زندگی راحت‌تری رو داره. شاید وقتی که شما یه دکتر میبینید با خودتون بگید که حتما پدر و مادرش خواستن، حتما بهش کمک کردن، حتما این بوده، حتما اون بوده، ولی این حرفا رو آدمایی میزنن که ضعیفن، آدمایی میزنن که با هر اتفاقی که میفته در برابر اون اتفاق تسلیم میشن. ما دکترایی هم داریم که بچه روستا بودن که از دل روستا اومدن و جراح قلب شدن، جراح مغز شدن و حتی پروفسور شدن. پس یادتون باشه که باید در برابر مشکلات قاطع باشید و اینقدر تلاش بکنید
که به اون خواسته‌ای که میخواید برسید. این حرفای کلیشه‌ای نیست. این جامع‌ترین، کامل‌ترین و اگر بهش فکر بکنید عمیق‌ترین تعریف از رسیدن به علاقه شغلیتونه. به شرطی که درکش بکنید، به شرطی که بفهمیدش.